دوستان عزیز، خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان عزیز، ما امروز آمدیم با گپای نو و خبرای نو. اگر میخواین که از این گپا خبر شوین که این گپای نو چی است، از این ویدیوی ما را تا آخر بیننده باشین. بنده توبا ملک زاده هستم، در شهر پاکستان تولد شدم، فعلا در کابل زندگی میکنم. مکتب در یکی از مکاتب های دولتی به اتمام رساندم و چون شوق علاقه زیاد ما به تجارت است، ما محصل هستم در یکی از پانتون‌های شخصی بخش BBA و از سال 2017 ما فعالیت‌های خود شروع کردم همراه نهادهای مختلف و برندهای مختلف و یگانه هدفی می است که بتانم یک روز به قله‌های بلند برسم که با شنیدن نام توبا بالای توبا هم افتخار کنیم. این برنامه ما برمیگرده به زندگی شهیرجان شادابم که من مطمئن هستم وقتی نامش گرفتم همگی شما با نامش آشنایی دارین و او را میشناسین. خب شهیرجان در 16 سالگی از مکتب افغان ترک فارغ شدن و در یکی از پانتون‌های شخصی در بخش BBA محصل بودن و نتونستن که درس‌های خود تا آخر ادامه بدن و در شهیرجان در پهلوی از که درس‌های خود می‌خواندن یک دکان در دیبوری به نام کوینشارو افتتاح کردن که دکان حجاب بود که شهیرجان به خاطر ای که برن به دکان خودان مال بیارن در دبی رفتن و در دبی امونجا اقامت دادن و دیگه نتونستن که به افغانستان بیان و در اواخر سال 2021 فامیلشان هم یک سفر داشتن به طرف امریکا که فامیلشان فعلا در امریکا زندگی میکنن و شهیرجان بعد از اینکه دبی رفتن و خواستن که در اوجا یک زندگی بهتر را به خود جور کنن که ما شاهد هستیم در مدت کوتاه بسیار یک شهرت را به خود گرفتن و بهترین زندگی را جور کردن و یکی از دختر خانم‌های افغان هستند که شهرت خود در دبی دارن و در اول که رفتن در دبی در بخش خرید و فروش خانه کار میکردن و بعد از او چند مدت با خرید و فروش موتر کار کردن که حال دوجه با یکی از کمپانی‌های مشهور هواپیماهای مشهور است که او را انجام میکنن و چون خود ما و همگی میفهمیم که اوضاع اقتصادی افغانستان بسیار خراب است و مردم حتی به حالت رسیدن که اطفال خدا به فروش برسانند تا پیسه چند لقمه نان را پیدا کنند. بنابراین دلیل شهیرجان خواست که فعالیت‌های خود در افغانستان دوباره شروع کنه و ما یک چینل یوتیوب که به نام شهیره شاداب است در این چینل یوتیوب می‌خوایم که برنامه‌های خود شروع کنیم و این برنامه ما برنامه‌ای است که فقط کمک‌های خیریه میباشه که این برنامه ما که ثبت میشه و تمام مصارفش و کمک‌های خیریه تمام میشه، فقط اسپانسر ما شهیرجان شاداب است و شهیرجان در آینده پلان‌های بزرگ دارن. میخواین که بخیر اگر شد یک بنیاد خیریه هم در افغانستان جور کنن. خب دوستای عزیز، چون همگی ما آگاه هستیم و میبینیم که اوضاع اقتصادی افغانستان چقدر خراب است و حتی مردم به خاطر که از اینکه پیسه چند لقمه نان را پیدا کنن اطفال خود به فروش میرسانن. بنابراین دلیلا شهیرجان شاداب خواستن که یک برنامه را پیش بگیرن که کمک‌های خیریه داشته باشه که هم یک خدمت به وطن شود و هم یک دعای خیر مردم پشت سرشان باشن. ما یک پروسه را به پیش گرفتیم که میخواهیم که هموطنای ما را کمک کنیم و به خانه‌شان میریم، اونا را سروی میکنیم و میبینیم که اگر مستحق بودن اونا را میریم و امو کمکایی را که خود شهیرجان ما را اسپانسر شدن و میخواین که کمک کنن امو کمک‌ها را برشان میتیم. و دوستان عزیز، اگر شما هم میخواین که همراه ما در این راه ما را حمایت کنین و همراه ما باشین، ما یک
پل ارتباطی بین شما و هموطنای ما هستیم که واقعا به کمک ضرورت دارن. دوستایی که میخواین همراه ما در ارتباط باشن میتونن از طریق چینل یوتیوب، اینستاگرام و ایمیل ما با ما در ارتباط باشن. دوستا به خاطر که این اولین برنامه ماست و برنامه ما یک کمک هیجانی تر شوه، ما یک برنامه را راه اندازی کردیم که این برنامه یک برنامه آزاد می باشد و همگیتان میتونین که در این برنامه اشتراک کنین. خب اشتراک کردن در این برنامه کدام مشکل سختی خود نداره، فقط بعضی از قوانینات داره که اگر شما این قوانین عمل کنین میتونین که برنده مسابقه ما شوین و در این مسابقه ما 3 نفر برنده داریم که برشان بعضی از جوایزات در نظر گرفتیم. شما قسم برنده میشین که در صورت که این ویدیوی ما را شیر کنین، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنین و پیجایی که ما به شما میگیم فالو کنین و اکانت ما را هم استوری بانین. در این صورت شما یکی از برنده های ما می باشین و تشکری میکنم از تمام شما دوستان عزیز که تا حالا بیننده این ویدیوی ما بودین و بعد از این ویدیوهای ما را شما حمایت کنین. و دوستان عزیز خدا کنه که از این برنامه ما خسته نشده باشین و تشکری میکنم بازم که ما را حمایت میکنین و همراه ما هستین. خدا حافظ و نگهدارتان.